салом алейкум амдирони азиз. امروز فکر میکنیم برای چی فرزانه شبنم ثریا و اون خیلی که میبینید مهرنگار رستم، گویا که شبنم ثریا که نبود در سمالیات در طرف چپ نشسته است. شبنم رو که عکسش رو دیدن نشد، ما همین خیلی فرط گفتیم که برای چی آنها پرواز کردند و کجا پرواز کردند، کی میدوند؟ об этом кто знает? Напишите в комментарии, اینها کجا رفتند، برای چی رفت پرواز کردند. شاید به دبی رفتند و چی برای چی رفتند؟ از کجا این سومهای بسیار که частный самолет دارن اینا؟ چی به این خیلی؟ شبنم، فرزانه، مهرنگار و شاید نگینه امانخلو هم باشد، شاید صدرالدین هم باشد، شاید دیگر و دیگرها ارتیست ها باشند. به دبی رفته ایستادن. برای چی؟ چی برفتن؟